یکی از شیرین ترین تجربه های دنیا اینه که خواب و رویای خوبی ببینی، رویایی که مسیر زندگیت رو عوض میکنه. کتاب رویای نیمه شب از همین جنس رویا هاست. رویایی از عشق و ایمان که در دل شهر مذهبی حله عراق جریان پیدا میکنه. شهری که روزگاری مرکز حوزه‌های علمیه شیعه بوده و زادگاه بسیاری از مجتهدان. این رمان دینی عاشقانه ما رو به قرن سوم هجری میبره. نویسنده با زبانی روان و فضاسازی دقیق قصه ای ساخته که بارها تجدید چاپ شده و نشون داده بین مخاطبا حسابی پرطرفداره. قصه ای که هم مذهبیه، هم اجتماعیه و هم یک عاشقانه تاریخیه. داستان از اینجا شروع میشه، تو کشمکش‌های مذهبی شیعه و سنی که بیشتر با دامن زدن حاکمان قدرت طلب شدت گرفته. هاشم پسری سنی مذهب دل به ریحانه دختری شیعه میبازه. عشقی پر از مانع، اختلاف‌های مذهبی، فشارهای اجتماعی و خانواده‌هایی که سختگیری میکنن. هاشم اما کوتاه نمیاد. روایت عشقش به ریحانه مثل نخ قرمزیه که داستان رو جلو میبره. در جاهایی از مسیر رویاهای سراغ شخصیت اصلی داستان میاد، رویاهایی که یکی یکی تعبیر میشن و گره های قصه رو باز میکنن. کتاب با به تصویر کشیدن قصه عشق بین یک پسر اهل سنت و دختر شیعه پیامی ساده اما عمیق میده، اینکه هیچ مانعی نمیتونه جلوی دل آدم ها رو بگیره. داستان تشرف و دیدار یکی از شیعیان با امام زمان عجل الله هم در دل این داستان هست تا نشون بده معنویت و امید میتونه واسه هر کسی اتفاق بیفته. رویای نیمه شب فقط یه داستان عاشقانه نیست، قصه یک رویاست که قراره آروم آروم تعبیر بشه، رویایی که مثل تعبیرش شیرین و به یاد موندنیه.